آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتی اتاه الیقین. اما بعد، برادران و خواهران گرامی قدر، امروز به مدد و کمک خداوند ما به شروع میکنیم به شرح دادن کتابی الاصول الثلاثه، اصول سیگانه. مؤلف کتاب میگوید بسم الله را شرح میدهیم. مؤلف الله او را رحمت کند، در اول کتابش آغاز می‌کند کتاب خود را به کلمه بسم الله، همچون پیروی و اقتدا به کتاب الله عز وجل که در هر یک اولی سوره الله عز وجل کتاب خود را با کلمه به نام الله ای بسم الله آغاز کرده است، و همچون پیروی از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که می‌فرماید هر یک عمل شایسته ای که با کلمه بسم الله آغاز نمی شود پس اون عمل ناقص است، بی برکت است. و همچون اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که آغاز میکرد هر یک نامه های خود را با نام الله ای بسم الله، وقتی که برای پادشاهان نامه می نوشت با کلمه بسم الله آغاز میکرد. ولی این حدیث بعض اهل علم مثل امام نووی صحیحش میگد و بعض اهل علم دیگران ضعیفش میگن. این حدیث کلمه بسم الله آغاز شده است به حرف ب. بسم الله وقتی که حرف ب که میاد، حرف ب جار و بعد آن که لفظ جلک میاد مجرور میشود. بسم الله تعلق دارد یا که متعلق است به یک فعل حذف شده که در آخر باید می آمد. همون فعل حذف شده است و همون فعل مناسب است برای همین مقام، یعنی که باید میشد که بسم الله اکتب فعل است، نه که حذف شده است. مثل که به نام الله می نویسم، ای وقتی که آغاز کرد نوشتن میگوید که به نام الله می نویسم، وقتی آغاز کرد خوردن به نام الله می خورم، بسم الله اکل. و چرا ما همین را فعل اختیار کردیم؟ برای اصل در همه عمل فعل ها است و برای دو چیز ما همین فعل در آخر گذاشتیم، نه در اول ولی در آخری. همون کلمه به نام الله میخورم یا که می نویسم یا که و دیگر برای دو فایده. یکم که آغاز میکنیم به کلمه بسم الله، این برکت است. به نام الله وقتی که تبرکی، همچون به نام الله یک چیز وقتی که آغاز میکنیم به نام الله میگیریم دو برکت می شود. دیم، این معنای افاده حصر میکند، برای که تقدیم المتعلق یفید الحصر. برای ما وقتی که متعلق بسم الله را تقدیم کردیم معنای حصر میدهد، یعنی که بسم الله اکتب، یعنی فقط من به نام الله می نویسم. فایدهش همین است که متعلق وقتی که ما پیش میکنیم، ای متعلق بسم الله است، پیش میکنیم بسم الله اکتب، مثلا به نام الله می نویسم، یعنی حصر محدود می شود که فقط به نام الله می نویسم، حصر می شود. دوم، کلمه الله این علم است. علم یعنی که همه نام ها و صفات های الله در گرد همین نام می بیاند، در زیر همین نام می درآیند. همه نام و صفات الله پیروی همین نام میکنند. چقدر که الله عز و جل میفرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شدید. سوره ابراهیم کتابی است که آن را بر تو فرود آوردیم تا مردم را به اجازه پروردگارشان از تاریکی های جهل و گمراهی به سوی روشنایی معرفت و ایمان و به سوی راهی خدای توانای شکست ناپذیر و ستوده بیرون آورد. الله که آنچه در آسمان ها و زمین است دارای اوست و فرمان روایی اوست و وای بر کافران از عذابی سخت. نمیگوییم که لفظ جلال الله این صفت است، ولی میگوییم که عطف بیان است. برای چی؟ برای آنه که لفظ الله تابع همین نام‌ها رو در بر میگیرد. برای همین میگم الله صفت نیست، برای که اگر صفت باشد تابع چی است؟ تابع یگان موصوف خود است. برای همین تابع موصوف نمیگوییم. الله چی بگوییم؟ عطف برای عطف بیان کن است، بیان میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤلف میگوید که رحمان الرحیم، رحمان نام خاص از نامهای الله هست، نامهای الله عزوجل، و برای کسی دیگر گذاشته نمی شود. درست نیست که یک کس نام رحمان گذارد تنها، باید عبدالرحمن گذارد. و رحمان معناش همین است که وصف شده است با یک مهربانی و رحمتی که فراگیرنده همه، یعنی همه را فرا میگیرد. بچی به رحمت و مهربانی وسیع بی اندازه. رحیم نام الله هست که هم برای الله و هم برای دیگر کس میتواند نامش رحیم ماند و معناش همین است که صاحب مهربانی، صاحب رحمتی واصله، ای رسنده و به هم میرسد. واصله وقتی که یک جایی میشوند، معنای رحیم ای الله میرساند رحمت خود را، رحمت الله میرسد به کسی که الله خواهدش. خیلی که الله عزوجل میگوید در سوره عنکبوت 21 آیت: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. کسی را خواهد عذاب میدهد و کسی را خواهد رحمت و مهربانیش میکند و به سوی او بازگشتی همه است. مؤلف میگوید اعلم، ای کلمه اعلم ای بدان. کلمه علم، علم چیست؟ علم مؤلف میگوید و ادراک الشیء على ما هو علیه، ای فهمیدن، در کردن یک چیز را در همون حالی که هست، فهمیدن یا در کردن یقینا به پرگی فهمیدن. دیم جهل بسیط، جهلی که وی نفهمیدن یا درک نکردن چیزی را به پرگی. جهل مرکب چیست؟ جهل مرکب ای درک کردن یا که فهمیدن چیزی را به یک پهلو یا که به یک جهتی که مخالفی اصل همون چیز است، مخالفی اصل است. علم تقسیم می شود به علمی، دو قسم می شود: علم ضروری و علم نظری. بگید علم ضروری این چیست؟ بگید علم ضروری این در کردن یا که فهمیدن یک چیزی معلومه را که در او ضروری هست. مثل میگیم که یعنی به یگان نظر کردن احتیاج ندارد یا به یگان دلیل احتیاج ندارد. مثل که دانستنی که آتش سوزان است، این به یگان دلیل و به یگان نظر کردن احتیاج ندارد، برای که همه میدونن که آتش سوزان است. و نظری و علم نظریش این چی دارد؟ احتیاج دارد، نیاز دارد به نظر کردن و استدلال کردن، نظر کردن و استدلال کردن. مثل که دانستن علم به چی؟ علم به وجوب نیت در وضوء، به واجب بدن نیت در وضوء، این به دلیل احتیاج به دلیل دارد و به نظر دارد. در اینجا میگه که رحمک الله، کلمه رحمک الله، همون مؤلف کتاب میگه که رحمک الله، خداوند را رحمت کند. همون چیزی که تو مطلوبی تو میخواهی تو درخواست کنی و از اون چیزی که محظوره تو از اون چیز برحذر کنی. معناش چیست؟ معناش که خداوند بخش اون گناهی که تو از پیش کرده و خداوند توفیقت در چی در آینده چی کاری میکنی. گفتیم اعلم رحمك الله انه يجب عليك، میفرماید همون مؤلف میگه که یجب علینا تعلم اربعه مسائل، واجب ضروره برای ما دانستن چهار چیز، چهار مسئله. یکمش علم، همون علم گفتیم خیلی شرط دادیم. علم چیست؟ میگه و هو معرفت الله. علم چی رو در نظر دارد در اینجا؟ کلمه علم این معرفت الله عز وجل، معرفت الله شناختن الله عز وجل با دل، شناختنی که انسان تن میدهد، فروتن میشود به چی؟ به قبول کردن آن چیزی که الله دستوری و قانونی کرده است و فروتن بدن، تن دادن، سر فرود آوردن برای چی؟ برای الله و قضاوت کردن با شریعت او، اون شریعتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما آورده است. و بنده شناسایی پیدا میکند، الله هم میشناسد، پروردگارش هم میشناسد به چی؟ به نظر کردن و اندیشه کردن در چی؟ در آیات‌های شرعی که در کتاب الله عز و جل و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است، و نظر کردن و اندیشه کردن در آیات‌های کونی، اون آیات‌های کونی که اونا کدام‌ها مخلوقاتش هست، مثل کوه‌ها، آسمان، زمین، همه اینا مخلوقات، آدمیزاد، حیوانات، همه اینا مخلوقات الله عز و جل هستند که انسان یک اندیشه میکند که اینا را کی آفریده است. برای همین بیشتر و بیشتر علمش به الله زیادتر میشود. چقدر که انسان نظر کند در همین آیات‌ها، علمش بیشتر و بیشتر میشود به خالقش، به معبود بر حقش. خیلی که الله عز و جل میفرماید سوره زاریات آیات 20-21 و فی الارض آیات للموقنین
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله میفرماید که در زمین دلیل ها و نشانه های فراوانی است برای کسانی که میخواهند به یقین برسند و از روی دلیل الله را بشناسند و آثار قدرت او را ببینند. و در خود وجود شما انسان ها نشانه های روشن و دلیل های یقینی برای شناختن الله و پی بردن به قدرت او است مگر نمیبینید؟ و معرفت نبیه و شناختن پیامبرش صلی الله علیه و سلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، شناختنی که دانستنی که انسان به دانستنی او تن میدهد، فروتن می شود، سرفرود می آرد. برای چی؟ برای قبول کردن آن چیزی که او آورده است از روشنی و از دین حق و از راهنمایی و باور کردن او به آن چیزی که خبر می دهد ای پیامبر بزرگوار و تن دادن و سرخمی برای هر یک امری که او امر کرده است و دوری جستن از آن چیزی که پیامبر نهی کرده است و سرزنش کرده است و پیامبر را همچون داور قبول کردن و به حکم او راضی شدن. چخلی که الله عز و جل می فرماید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. سوره نساء آیت 65. الله میفرماید که چنین نیست که شما گمان میکنید، نه به پروردگارت سوگند که مردم ایمان نمی آورند مگر آنکه در اختلافات و درگیری های خود تو را همچون داور قرار دهند و در دل احساس ناراحتی از قضاوت و داوری تو نداشته باشند، بلکه در برابری داوری تو کاملا تسلیم باشند. و اگر در چیز اختلاف و کشمکشی داشتید، امر از امور کشمکشی پیدا گردید، آن را به الله ای به قرآن، پیامبر او ای به سنت پیامبر برگردانید تا در پرتوی قرآن و سنت حکم آن را بدانید. چرا که الله قرآن را نازل، پیامبر آن را بیان و روشن داشته است. باید چنین عمل کنید اگر به الله و روز رستاخیز ایمان دارید. انکار ای رجوع به قرآن و سنت برای شما بهتر و خوشفرجامتر است. باز الله عز و جل در سوره نور 63 آیت می فرماید که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. پس برحذر باشند آنانی که خلاف امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنند، کی در حالتی که خلاف امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنند آنها دوچار به چی میشوند؟ آنها دوچار به فتنه میشوند. فتنه این معنای شرک دارد، چخلی که امام احمد میگوید، یا که آنها دوچار عذاب سخت میشوند در دنیا و روز قیامت. و چخلی که امام احمد رحمت الله علیه میگوید آیا میدانی که فتنه چیست؟ در این آیت فتنه میگوید که فتنه این شرک است. شاید که وقتی که انسان رد کند بعضی از قول الله را یا پیامبر را که واقع در چی شود؟ واقع در دلش چی می شود؟ در دلش یک میل می شود، میل به باطل، زیغ، یک نافرمان روایی می شود، یک ترک آنچه که الله و رسول گفته است او می شود، پس هلاک می شود. وقتی که دعوت کرده شدند به خدا و رسول برای حکم کند بین آنها، ان یقولوا سمعنا، باید بگویند که شنیدیم و طاعت کردیم، قبول کردیم حکم تو را ای خداوند عز و جل و ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اولئک هم المفلحون، ایشان از جمله چی اند؟ از جمله کامیاب شدگان روز قیامت. و قوله معرفت دین الاسلام، معرفت دین اسلام ای شناسایی با دین اسلام، دانستن دین اسلام. اسلام دو معنا دارد، اسلام خاص و اسلام عام. اسلام به معنای عام چی معنا دارد؟ اسلام به معنای عام این چی است؟ پرستش الله به آنچه که دستوری و قانون کرده است، یعنی تنها ما الله را میپرستیم به آنچه که برای ما شریعت گذاری کرده است، قانون گذاری کرده است، به همون الله میپرستیم، نه با هوا و هوس. از همان وقتی که فرستادگان را فرستاد تا روز قیامت. خیلی که الله عز و جل در بیشتر آیات ها میفرماید و میگوید که شریعت هایی که از پیش بدند، از پیغمبران پیش بدند، همه آنها اسلام برای الله بدند، اسلام ای تسلیم شدگان بدند برای الله. همه پیغمبران در یک دین اسلام بدند. چخلی که الله عز و جل از قول ابراهیم میفرماید که ابراهیم میگوید ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امه مسلمه لك. سوره بقره 128 آیت. الله عز و جل میفرماید، ابراهیم علیه السلام میگوید که پروردگارا ما را تسلیم خود قرار ده، ای ما را از جمله مسلمانان برای خود قرار ده و از نسل ما نیز امتی که تسلیم تو باشند پدید آور، یعنی از امت
ما نیز مسلمانان پدید آور که تسلیم شدگان تو باشند. اسلام به معنای خاص چی معنا دارد؟ اسلام به معنای خاص این ای شریعت محمد صلی الله علیه و سلم، بعدی پدید آوردن پیغمبری بزرگوار، یعنی بعدی با پیغمبری شناختن محمد صلی الله علیه و سلم. و خاص برای چی است؟ خاص برای محمد است. برای چی؟ یعنی که برای آنه که پیغمبر وقتی که الله فرستاد یا که همچون پیغمبر او را ساخت، همه اسلام که آمد، همه دین‌هایی که گذشته بودند، همه آنها را نسخ کرد، برهم داد. اسلام وقتی که نازل شد با محمد صلی الله علیه و سلم، دیگر دین‌ها را نسخ کرد، بیکار کرد. پس کسی که دین اسلام را پیروی کرد، وای مسلمان به حساب می‌رود، و کسی که اسلام را قبول نکرد، پس وای مسلمان نیست. همه پیروانی پیغمبرانی که در دور آنها مسلمان بودند، در وقتی با همراه رسولان خودشان بودند، همه پیروانشان مسلمان بودند. در دور پیغمبرها که بودند، یهودان مسلمان بودند در زمان موسی و همراهی موسی، امتان موسی در وقت موسی صلی الله علیه و سلم، و همچنین نصارا مسلمان بودند، تسلیم شده بودند در زمان عیسی علیه السلام. و اما وقتی که پیغمبر فرستاده شد، همه آنها پیغمبر ما کفر ورزیدند، پس آنها در عین حال مسلمان نیستند. و کسی که به دین اسلام را قبول کرد، وای مسلمان است. برای همین دین اسلام دینی هست که الله او را پذیرفت، و در نزد الله دینی چی است؟ دینی که الله او را پذیرفته است و پسندیده است و دینی مقبول است در نزد الله عز و جل. خیلی که الله عز و جل میگوید ان الدین عند الله الاسلام، هر دین در نزد الله اسلام است، دیگر دین وجود ندارد مگر دین اسلام. سوره آل عمران 19 آیت. و خیلی که الله عز و جل میفرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سوره آل عمران آیت 85. الله عز و جل میفرماید که کسی که غیر دین اسلام دینی دیگری را میپذیرد، قبول میکند، هرگز از او اون دین قبول نمی شود. دینی غیر اسلام از او پذیرفته نمی شود و او روز قیامت از جمله زیان دیدگان یا که زیانکاران است. این اسلام، دین اسلام، این دینی است که الله عز و جل برای پیغمبر ما اینا آورده است و قبول کرده است و چی پذیرفته است برای امتانش و برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خیلی که الله عز و جل میگوید و امین دین راضی شده است برای محمد و برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. خیلی که الله عز و جل سوره مائده 3 آیت میگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من برای شما دین شما را پره کردم و نعمت را برای شما پره کردم، کامل کردم، و برای شما همین دین اسلام راضی شدم. و در اینجا میگوید که معرفت دین الاسلام بالادله، شناختن دین اسلام با چی؟ با دلیل هاش. ادله جمع است، جمع دلیل است، و دلیل آن چیزی که ما را دلالت میکند به همون چیزی که ما او را میخواهیم، ما را راهنمایی میکند به آن چیزی که ما او را طلب داریم. و دلیل ها ای دلیل، ای شناختن الله و شناختن رسولش و شناختن دین اسلام با دلیل هاش. دلیل ها چی؟ دلیل ها میشوند سمعیه و عقلیه. دلیل هایی که سمعیش، این دلیل های سمعی این آنچه که با وحی الهی ثابت میشود، یعنی که از جانب الله وحی میبیاد و کتاب الله و سنتش است، دلیل های سمعیش. و دلیل های عقلیش این آنچه که ثابت میشود به چی؟ به نظر کردن و اندیشه کردن، نظر کردن گرد و اطراف را و اندیشه کردن در آنچه که الله آفریده است در گرد اطراف ما، همون را میگن دلیل های عقلی. و الله عز و جل در قرآن بسیار دلیل های عقلی بسیار آورده است. و اما معرفت پیغمبر با دلیل های چی؟ سمعی از قرآن. خیلی که الله عز و جل میگه محمد رسول الله، که محمد فرستاده الله است، والذین معه، و آنانی که همراهی او هستند. سوره فتح 29 آیت. و خیلی در آیات دیگر در سوره آل عمران 144 آیت میفرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. و محمد صلی الله علیه و سلم نیست مگر رسول فرستاده و از پیش او دیگر فرستادگانم بودند. و به دلیل های عقلی نظر کردن و اندیشه کردن در آن آیات های روشنی که برای ما از جانب الله
آورده است. یکی از همون دلیل های روشن قرآن است که برای ما آورده است که قرآن در برگیرنده خبرهای راستی و خبرهای سودبخشی و حکمهایی که عادلانه هستند از جانب الله و آن معجزه هایی که از دست پیامبر بزرگوار روی دادند و آن خبرهایی که برای ما از غیب که الله او را خبر داده بود از غیب برای ما خبر داد، اون خبرها صادر نمیشوند مگر از وحی الهی و آن چیزی که روی داده است همش راست بودند. خلاصه در درسی آینده باز دوام میدیم و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.